سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من تانیام، 24 سالمه، به زودی میشه 25 سالم و پزشک عمومی هستم. اگر که حالا روی این ویدیو کلیک کردین به هر دلیل احتمالاً خواستین ببینین که محتواش چیه و اگر که نمیدونین من تو کانال یوتیوب معمولاً ویدیوهای 3-4 دقیقه‌ای میذارم و یه یادآوری روزانه که می‌خواستم به خودم بکنم و سعی کردم که حالا در قالب یه ویدیویی بذارم تو یوتیوبم و دلیلش هم حالا بعداً هممون متوجه میشیم. یکی از چیزایی که امروز میخواستم به خودم یادآوری کنم و برام اتفاق افتاد این بود که گاهن آدم وقتی که یه سری آدمای حالا هرچی بیشتر آدمای به قولن موفق دورت باشن بیشتر ممکنه اتفاق برات بیفته که گاهی اوقات توی شرایطی قرار میگیری که دورت کلی آدم موفقه و کلی آدمیه که حداقل حالا یا طبق تعریف تو موفقن یا اینکه واقعا خب تو جامعه آدمای موفقی شناخته میشن. توی این شرایط مهم نیست اصلا که تو کجای زندگیتی یا اصلا کی هستی یا اینا. معمولا آدم فقط یه حالتی که انگار داره یه فیلم نگاه میکنه، فقط اونا رو میبینه، یعنی فقط دستاوردهای اونا رو میبینه، بعد تحت تاثیر حرفای اونا قرار میگیره و همش انگار که اونا خیلی بالان، چون که طبق تعریف تو آدمای موفقی ان. اگه مثل منی، چون بازم تکرار میکنم این یادآوری روزانه است، یعنی دلیل نمیشه که اگه تو داری این ویدیو رو میبینی حتما تو جزو آدمایی هستی که این اتفاق برات میفته، ولی اگر روی ویدیو کلیک کردی ممکنه که دوست داشته باشی بدونی نظر منو. حداقل گاهی من خودم اینجوری میشم که یادم میره که من کیم، یعنی یادم میره که من چه دستاوردهایی تو زندگیم داشتم، خودم چه تلاشایی کردم، چقدر تلاش کردم برای خواسته هایی که داشتم و برای حالا هدفهایی که داشتم. و این وقتا گاهن ممکنه یکم ناخودآگاه برای تو، حالا نمیخوام بگم سمی بشن، سمی نیست، ولی گاهی ممکنه که ناخودآگاه تو رو اذیت کنه و تو احساس کنی که ای وای من که خب نرسیدم، من که ضعیف‌ترم، من که فلان‌ترم. ولی من کاری که جدیداً دارم انجام میدم و داره جواب میده اینه که وقتی که از اون محیط میام بیرون، تو محیط هر حسی که داره میاد یا میره اوکیه، ما کاریش نداریم، میذاریم بیاد میذاریم بره. ولی وقتی که از اون محیط خارج میشم معمولاً چند دقیقه یا حالا بر حسب نیاز یه مدتی رو میذارم تا به خودم یادآوری کنم که ببین اینا آدمای خیلی موفقی ان، ما ازشون چیز قرار یاد بگیریم یا حتی چیز ازشون یاد گرفتیم، ولی یادت نره که تو هم چی کار کردی. چون هر کسی هر سنی که داشته باشه، تو هر مرحله از زندگیش که باشه یا تو هر مرحله از اون مسیر رسیدن به هدفش باشه، به هر حال داشته تا اون لحظه و تا اون جای زندگیش بهترین تلاشش رو میکرده. یعنی من اینو همیشه معتقدم که در اون لحظه اون آدمی داشته بهترین تلاش خودش رو میکرده. حتی ممکنه که بگی که اوکی نه مثلا فلان داشته تنبلی میکرده، من داشتم تنبلی میکردم. ببین اون تنبلیه به هر دلیلی اون لحظه اون تمام تو بوده، یعنی تو در اون لحظه به هر دلیل، حالا یا دپرس بودی یا خستت بوده یا انگیزه نداشتی، یه چیزی اونجا باگ داشته و به هر دلیلی تو همونقدر توان داشتی و اصلا نیازی نیست و مسخره است که بخوای به خودت خورده بگیری که من به این دلیل نمیدونم عقب‌تر از بقیه‌ام یا به این دلیل مثلا نتونستم همچین چیزی به دست بیارم. چون هر موقع که تو اراده کنی، باز اینم یکی از چیزایی که من بهش اعتقاد دارم، هر موقع که تو اراده کنی به یه چیزی برسی میتونی. فقط باید مطمئن باشی که اولا که این یه چیز لحظه‌ای نیست که یهویی تصمیم گرفتی و مثلا، چون خیلی وقتا پیش میاد آدم یهو میگه من میخوام دیگه مثلا چه میدونم فضانورد شم و بعد مثلا 2 دقیقه بعدش یا اصلا 2 ساعت 2 روز بعدش یا میگه که حالا خیلی هم نمیخواستم بشم. پس یکی باید مطمئن باشی که میخوای اون چیزی که داری میگی انجام بدی. و نکته بعدی اینه که وقتی میخوای یه تصمیم یعنی یه کاری رو میخوای، یه هدف جدید رو میخوای شروع کنی، مطمئن باشی که انگیزه‌شو داری و حاضری بهای انجام اون کارو بدی. چون خیلی وقتا مثلا میگم مثلا من ممکنه دوست داشته باشم که الان چه میدونم مثلا موهامو قرمز کنم. بهای این بخوام نخوام اینه که وقتی میرم توی جامعه ممکنه که آدما بیشتر به من توجه کنن. یکی اینو دوست داره میگه اصلا این بها نیست، این مثلا دوست دارم. یکی میگه که خب این منو اذیت میکنه ولی من رنگ قرمز خیلی دوست دارم. خب این دیگه بهایی که تو میپردازی در ازای این که تو موهاتو قرمز کرده باشی. مثلا میخوام فقط اینو بگم که ته حرفم اینه که یادت نره تو هم تلاش کردی، یادت نره که تو هم برای چیزی که تا الان به دست آوردی خیلی تلاش کردی. من خیلی تو جامعه‌های با حالی که خارج از ایران پزشکی ما خوندم و تمومش کردم، ولی با این حال بیشتر فکر میکنم که اشرافم به فرهنگ ایرانیه، به خاطر اینکه خب من خارج درس خوندم ولی تو فرهنگ که اونقدر غرق نشدم. و چیزی که تجربه شخصیمه اینه که تو ایران ما بعضی وقتا به دلیل حالا اون حرمتایی که میذاریم، به دلیل اون احترامایی که داریم که به نظر من خیلی وقتا هم قشنگه، ولی گاهی اوقات یه
مشکلی که ممکنه ناخودآگاه پیش بیاد اینه که تو در حینی که داری به طرف احترام میذاری یادت میره که خودت کی هستی. یعنی یادت میره که تو خیلی دستاوردا داشتی، یادت میره که تو خودت داشتی برای زندگیت خیلی تلاش میکردی و الان در یه برهه‌ای داری با یه کسی حرف میزنی و اون آدم به هر دلیلی به اون جایگاهی که رسیده. پس یادت نره که حالا مخصوصا من فکر میکنم این شاید توی سری جوامعی که خیلی احترام بیشتره، قدردانی بیشتره، اپریشیشن جایگاه‌های آدم‌ها بیشتره، تو آدم‌ها بیشتر ناخودآگاه اتفاق بیفته که تو یهو یادت بره ای وای منم که آدمم، منم که به یه جایگاهی رسیدم، منم که خودم خیلی تلاش کردم و فقط اون آدمو می‌بینیم. خواستم خلاصه این یادآوری رو بکنم. حالا نمیدونم چقدر برای کسی که این ویدیو رو میبینه اصلا منطقی باشه، چقدر بفهمه چی میخوام بگم، ولی بازم تکرار میکنم به دلایلی که حالا بعداً خواهیم فهمید من این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، چیزایی که خودم باهاش یا دارم به صورت روزمره کلنجار میرم یا حالا یهویی اتفاق افتاده، هم حس خودم رو میگم و هم واکنشی که نسبت بهش داشتم و چیزایی که یاد گرفتم در طول زمان وقتی این اتفاقا میفته که چیکار باید بکنم که شاید برام بهتر باشه. و فکر میکنم که این دیگه ویدیو 6 دقیقه شد و کافیه. اگر که تا اینجا ویدیو رو دیدین من خوشحالم، شاید یه جایی از حرفا کلیک شده باشه، اگرم نه بازم ممنونم ازتون که حداقل شانس دادین به دیدن این ویدیو. تا ویدیوی بعدی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و قدر خودتون رو بدونین و هر داشته که تا الان دارین رو اپریشییت کنین. مقایسه تا حدی خوبه که باعث انگیزشه، نه که بخواد کل وجود شما رو ازتون بگیره و فکر کنید که شما هیچی نیستین. دوستتون دارم. خدافظ.